یادت گفتم بهت میگم که چه مشکلاتی تو شارژرها هست. یکی همینی که دیدی، باتری باد کرده، صفحه LCD رو جدا کرده. حالا میتونی ارزش اینی که بدونی یا یه شارژر اورجینال داشته باشی چقدره. بیا ببینیم چجوری میتونیم تستش کنیم. یه دونه نوشو باز کنیم، اصلا بیایم بررسیش کنیم ببینیم که این کالای درستی هست یا نه. ببین من وقتی اینو کندم این راحتی باز نمیشه، پس میتونه این شارژر اورجینالی نباشه، چون وقتی که شما لیبل خود اپل میگیری حتما بسته‌بندی به درستی کار انجام. خب این شارژر نگاه کن، حتی توی بسته‌بندی مشکل وجود داره، پس این نمیتونه شارژر اورجینالی باشه. بازم ما بررسیش میکنیم، میبینید لک و پیسایی که روش وجود داره خیلی تمیز نیست، زاویه ها درست قرار نگرفته و یه چیز مهم، ببین هر چقدر که اینو من بکوبم این باز نمیشه، اینو باید با دست باز کنیم. پس این یه شارژر فیکه. حالا اورجینالش چیکار کنم؟ بذار شارژر خودمو بیارم. این شارژر خودمه. وقتی که اینو میکوبی ببین به راحتی باز میشه. تمیزی رو، زاویه هایی که داره و همه اینا در کنار هم نشون میده که یه شارژر اورجینال یا فیکه. شاید این دوتا رو در کنار هم دیگه هم بذاری خیلی کسی متوجهش نشه. واسه همین حتما شارژر از جایی بخرید که بهشون اعتماد دارید. میتونیم آخر ویدیو یه کار دیگه هم بکنیم. ما یه دستگاهی داریم که نشون میده که آیسی داخلی اینا چیه و مال چه شرکتیه. خب تو اینا که از ظاهر الان یادم نیست، ولی اینه که میزنیم باز میشه، پس این باید اصلی باشه، ولی اینه که میزنیم باز نمیشه. اول اینو امتحان کنیم. خب ببین تستشو میگیره، اطلاعات مربوط به داخل آیسی رو به ما میده، همونجوری که میبینید اپل و سریال نامبر آخرش هم 462AX. پس این تمام موضوعات مربوط به اورجینال بودن رو داره. بریم اون یکی رو هم تست کنیم. میخوام یه چیزی بهتون بگم که فقط این دستگاه نیست که باید در حقیقت به ما بگه که این کالا اورجیناله یا نه، چون وقتی اینم که تست کنیم بالا میاد و به ما میگه اپله. اما ببینید سریالی که اینجا زده میشه با پشت جعبه اصلیش و این قطعا همخونی نخواهد داشت. خب دیدید مجموع این تشخیص ها با یه سری عوامل در کنار هم ما نشون میده که کدوم اورجیناله و کدوم فیکه. هر یک به تنهایی نشون نمیده که این کالا میتونه اصلی باشه. سعی کنید خریداتون از جایی انجام بدید که بهشون اعتماد دارید تا بعداً دچار مشکلاتی مثل همون باد کردگی و دیگر موضوعاتی که تا حالا بهتون گفتم نشید. سپاسگزارم.